اگر که هزینه‌شو نداری میتونی با موی مصنوعی بزنی شاخه 600 تا تک تومانی. منو میگی. خب صدف جون همه چی از کجا شروع شد؟ همه چیز از اونجایی شروع شد که 19 سالم بود، انگار که وقتی من 19 سالمه بقیه 40 سالشونه. 2 ترم آخر دوره کارشناسیمو، من لیسانس آخر کارشناسیمو واقعا با تلاشای بی‌وقفه، وقتایی که میتونم بگم حتی 1 ساعتش هم پرس نمیشد، چون یا سر کار بودم یا سر کلاس بودم، دانشگاه بودم، با گرفتن ترم تابستونی‌های 2 سال پشت سر هم و 2 سال کارشناسی که توی 1 سال و نیم تموم شد، فقط به دلیل اینکه اجازه پدرمو داشته باشم که بتونم برم سالن. خانواده چی صدف؟ از لیسانس گرافیک یهو بگی میخوام برم آرایشگر شم؟ کلا شرط گذاشته بود که رشته‌تون چیزی نبود که مورد تایید من باشه. آخه کی با معدل 20 میره هنرستان؟ این جمله‌ایه که همیشه از پدرم توی ذهن منه و پشت سر هم منو اون سالی که دبیرستانم تموم شده بود میبرد مشاور، از این مشاور به اون مشاور که من صرف نظر کنم که با معدل 20 وارد هنرستان نشم و من حتما باید برم رشته تجربی یا ریاضی. از اونجایی که من وقتی که دختر بچه بودم، دختر بچه خیلی لجبازی بودم، البته برای چیزای خوب، راههای خوب نه، هیچ وقت راههای تاکسیک یا در واقع راههای غلط، خیلی لجباز بودم و خیلی استمرار و استقامت و پافشاری همیشه می‌کردم و می‌کنم روی یه چیزی که بهش برسم. پافشاری کردم و وارد رشته هنر شدم و بعد از اینکه وارد رشته هنر شدم و لیسانس گرافیکمو گرفتم و چقدر هم که من توی اون رشته موفق بودم، بهترین پوسترهای تئاتر شهر اصفهان رو به مدت 1 سال من طراحی می‌کردم، از لوگو و حالا کارت ویزیت و اینجور کارهای بیسیکلی در واقع رشته گرافیکم که بگیرم موفق بودم و موفقیتمو پدرم میدید و اجازه نمیداد که وارد یک حوزه اصراری زیاد به دور از چشم پدرم کلاسام که تموم میشد، دوستام میرفتن زنگ می‌زدن با دوستاشون میرفتن بیرون سینما، بیرون اینور، نه که بگم منم تفریح نمی‌کردم، نه، ولی اغلب بعد از دانشگاه نمیرفتم خونه و میگفتم میرفتم سالن. تقریبا 8-9 ماه، نزدیک 1 سال اینطوریا، یادم نیست دقیق چقدر وقت کار مژه انجام میدادم تا زمانی که درسم تموم شد. اصلا جرقه اکستنشن چی بود این وسط؟ سال توی سالن کار می‌کردم که یه روز تصمیم گرفتم موهامو دکولوره کنم. زدن موهای منو سوزوندن. موهای بلند و پر من از گودی کمر اومد تا خط شونه و در واقع کلا نابود شد و پایینمون کلا سوخت و دیگه خیلی افتضاح شد. اونجا بود که من تصمیم گرفتم موهامو اکستنشن کنم. یکم گشتم توی گوگل و توی اینستا، خیلی سرچ کردم، نزدیک فکر کنم 4-5 نفر مثلا کارشون خوب بود توی اصفهان. یه خانمی رو پیدا کردم، 1-2 روز باهاش سر قیمت صحبت می‌کردم، گفتم خب حالا اگه اینجاشو اینجوری کنیم چقدر میشه، حالا اگه اونجاشو از اونجاش نمیدونم کم کنیم چقدر میشه. یه روز خانم بعد از تقریبا 2 روز یا 3 روزی که باش مشاوره می‌کردم، حالا سوال پیش میومد چون قیمتش برام خیلی مهم بود، یهو خانم در اومد گفتش که اگر که هزینه‌شو نداری شاخه 2700 موی طبیعی بخری، میتونی با موی مصنوعی بزنی شاخه 600 تا تک تومانی. منو میگی. اون موقع گفتم که خب اصلا آدمی نیستم که بخوام بگم من اینجا بودم الان اینجا هستم، من از زیر زمین شروع کردم، نه. خانواده‌ای داشتم که اتفاقا اگه میگفتم بدین میدادن، خانواده ساپورتگری داشتم، ولی باد کله داغ در واقع اون سالایی که خب تینیجری، کوچولوتری، جوانتری و داری مستقل میشی، یه بادی توی کلت و یه بادی تو قبقبت، نه من دستمو دراز نمی‌کنم جلوی خانواده‌ام، اون کار نکردم، اون کار انجام ندادم. یه روز نشستم جلوی بابام گفتم که بابا میدونم که تو خیلی هم موافق نبودی که من رشته هنر رو انتخاب کردم، ولی خب می‌بینی که توش موفقم، چه پوسترایی، چه طراحیایی، چه کار. گفتم من می‌خوام اکستنشن مو یاد بگیرم. یکم با هم 2 تا شارت کردیم و صحبت کردیم و پدر رو راضی کردیم و خلاصه از ایران، از خارج از ایران، انواع و اقسام شهرهای ایران، تمام شهرها، اصفهان، تهران، کلی جا رو گشتم که یه جای خیلی خوب پیدا کنم برای آموزش. یه جایی رو پیدا کردم، یا آموزش خوبی هم دیدم و در واقع شروع کردم به کار اکستنشن مو. الان بعد از 10 سال بالای 900 الی مثبت 1000، چون خیلی از پستامو مجبور شدم به خاطر حالا یکم پوششایی که داشته پاک بکنم. در حال حاضر که ویدیو رو میگیرم نزدیک 800 خورده نمونه کار دارم که خب این نشون دهنده این هستش که بالای 1000 مشتری راضی داشت و بالای صدها هنرجوی راضی داشتم. توی 5 سال اخیر هر سال خودم رو آپدیت کردم. از چالشات بگو. چالشی که بخوام داشته باشم، میتونم بگم یکی از افرادی هستم توی اصفهان، به جرئت میتونم اینو بهتون بگم، جلوتر هم دلیلش رو بهتون میگم که چرا با این جرئت و جسارت. از جمله افرادی هستم که سهم خیلی بزرگی توی جا انداختن لاین اکستنشن توی اصفهان دارم. این شاید حرف دلی من باشه، ولی حرف زبون 99% شماییه که پیشم اومدید. من مشتریامو همیشه ازشون میپرسم، هنوز نشسته، عزیزم چقدر وقت پیج منو داری، از کجا منو پیدا کردی، چجوری با من آشنا شدی؟ اونا که پیشم اومدن اینو میدونن. بارها شده که مشتری گفته که مثلا صدف جون من رفتم یه جای ناخنمو درست کنم، ناخن کارم اصلا در واقع پیش شما نیومده تا حالا، به من گفته میخوای بری اکستنشن کنی، برو فقط پیش این دختر انجام بده، برو فقط توی این مرکز انجام بده. مشتری دیگه دختر خالم نمیدونم اصلا موهاش بلنده ولی پیج شما رو فالو داره،
سراغ گرفتم گفتم میخوای اکسشن کنی، فقط برو توی این مرکز اکسشن تو انجام بده. خب این یعنی چی؟ زمانی که من همیشه عقیده دارم میگم خانوما، آدما، مردم انقدر الان آگاه هستن، انقدر با یه سرچ ساده توی گوگل میتونن زیر و بم کاری که تو داری انجام میدی یا میخوای براشون انجام بدی با سرچ ساده از 0 تا 100 مرحله به مرحلهشون ببینن که چی کار قراره براشون بکنی، که تو اگه با یه مشاوره خوب و با یه آگاهی و سطح اطلاعات بالا نتونی در واقع قانعشون بکنی و نتونی این ذهنیت رو و این راحتی خیال رو به اونها بدی و اونقدر آگاهی و علمت بالا نباشه، مشتری کاملا این رو میفهمه که نباید بیاد پیش تو. ولی اگه اونقدر آگاهی داشته باشه و علم و تخصصت بالا و آپدیت شده و پیشرفته باشه، مشتری همون سرچ ساده، همون نمونه کاری اول، توضیحات اول، مشاوره اول میفهمه اونی که باید بیاد پیشش تویی، نه کس دیگه. بنابراین همیشه اعتقاد من به این هستش، چیزی که همیشه توی کلاسام به هنرجوام میگم، همیشه خودتون رو آپدیت. الان 10 سال پیش رفتم یه میکاپ اسموکی یاد گرفتم، خب الان همین رو میرم دیگه، الان عروسی من همین نیست. اگر دوست دارین همیشه تاپ باشین، اگر دوست دارین همیشه بروز باشین، اگر دوست دارین که همیشه اولین نفری باشین که هر جای توی هر لاینی اولین نفر اسم شما بیاد، توی شهر، توی مرکز، توی سالن یا هر جای توی جمعیه، همیشه خودتون رو آپدیت نگه دارید. به اون چیزی که در واقع تا حدی راضی کننده باشه واسه خودم رسیدم، فقط صرفا به خاطر اینکه همیشه خودم رو تو بالاترین اطلاعات در واقع ممکن توی لاینی که ادعا میکنم توش تخصص دارم نگه داشتم. دفاع آخرتو بگو. آخرین حرفم به عنوان دفاع آخر، هیچ وقت به خاطر مخالفت، به خاطر نداشتن شرایط خاص و به خاطر کمبود پول یا بودجه دست از هدفت نکش. هدفت آموزش باشه یا گرفتن خدمات باشه یا هر گونه تصمیم راجع به زندگی شخصی باشه. استمرار کردن همیشه هم خوب نیست. یعنی چی؟ یعنی که استمرار توی مسیری که غلطه اصلا خوب نیست. استمرار کردن همیشه توی مسیری خوبه که درست باشه. اگر توی یه مسیر اشتباه استمرار کردی و به جای یا موفقیتی نرسیدی، فکر نکن که تمام تلاشتو کردی. یه جایی فلش بک بزن به عقب و ببین آیا استمرارتون مسیر درستی بوده یا نه. استمرار داشته باشید، ولی قبلش مطمئن باشید که مسیرتون درسته یا نه. حتی اگه وسط راه رسیدی و مطمئن شدی که مسیر درست نیست، برگرد و مسیر درست رو انتخاب کن، ولی همیشه استمرار داشته باش. و در کلام آخر، هدفی که با عشق باشه، با تمام قلبت باشه، خیلی خیلی اثر بخشتر و نتیجه بخشتر از هدفیه که با فکر باشه.